به همگی به کانال توستاک خیلی خوش اومدید. توی این ویدیو میخوام در مورد یکی از پرطرفدارترین محصولات بهداشتی که محبوب دل خیلیاتونم هست، یعنی خمیردندون‌های سفید کننده صحبت کنم. بریم ببینیم که واقعا تأثیری دارند یا فقط جنبه تبلیغاتی دارن. اول با جواب این سوال شروع میکنم که خمیردندون‌های سفید کننده چطوری عمل میکنن. معمولاً به 3 صورت عمل میکنن. مورد اول توسط مواد ساینده ملایمی که داخلشون هست. این مواد ساینده لایه‌های سطحی جرم و رنگدانه‌های خارجی مثل لکه‌های قهوه و چای رو پاک میکنن و باعث سفید شدن دندون ما میشن. مورد دوم مواد شیمیایی لکه‌زا هستن که این مواد کمک میکنن که لکه‌های سطحی دندون شل بشن و راحت تر پاک بشن. و مورد آخر آنزیم ها هستن که آنزیم های موجود داخل خمیر دندون باعث شکستن پروتئین های موجود در جرم و لکه‌های دندونی میشن و اینطور میشه که دندون ما سفیدتر میشه. اما سوال اصلی اینه که آیا واقعا مؤثرن؟ بر اساس تحقیقات اخیر خمیردندون‌های سفید کننده میتونن تا حدی باعث روشن‌تر شدن دندون‌ها بشن، اما در حد پاک کردن لکه‌های سطحی اگر رنگ زرد دندون شما عمیق‌تر باشه یا به خاطر مواردی مثل نازک شدن مینای دندون باشه که راجبش توی ویدیو قبلی صحبت کردیم، متاسفانه خیلی تاثیرگذار نیستن. اما سوال مهم بعدی اینه که آیا به دندون‌ها آسیب میزنن؟ باید بگم که این خمیردندون‌ها به خاطر مواد ساینده‌ای که دارن اگر طولانی مدت یا به شدت استفاده بشن میتونن به مرور زمان باعث ساییده شدن مینای دندون شما بشن و حساسیت ایجاد کنن. بنابراین خمیردندون‌های سفید کننده میتونن انتخاب خوبی باشن، اما اگر به صورت درست و متعادل و اندازه استفاده بشن و از استفاده طولانی مدتشون پرهیز بشه. و بهتره که اگر قرار استفاده بکنید حتما از برندهای مطرح و معتبر استفاده شه که در ادامه چند تاشو نام میبرم. مورد اول کرستریتی وایت بریلینس هستش که تاییدیه ADA داره و تقریبا میشه گفت بالاترین میزان اثر بخشی رو داره. مورد دوم کولگیت اپتیک وایت ادوانس هستش که این مورد هم دوباره مورد تایید ADA هست. مورد سوم سنسودایل پرونیبل جنتل وایتنینگ هستش که این مدل برای افرادی مناسبه که خیلی دندون‌های حساسی دارن و اگر جزء این دسته از افراد هستید این میتونه بهترین گزینه برای شما باشه. و مورد آخر هم مارویس وایتنینگ مینت هستش که محبوب دل هاست و این روزا خیلی استفاده میشه که بیشتر به خاطر لوکس بودن و پکیجینگ زیبا و همچنین خوش‌طعم بودنش و خیلی تنوع مدل‌های مختلفش میشه گفتش که خیلی محبوبه بین مردم. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگر در اطرافیانتون کسی هست که فکر میکنید به این ویدیو نیاز داشته باشه حتما این ویدیو رو براش بفرستید و اگر سوالی بود توی کامنت ها حتما بپرسید. ممنونم که تا اینجا همراه هم بودید.